شد جلسه رو شروع میکنیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستانی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. امروز دومین وبینار آنلاین کاریابی و اشتغال در ژاپن رو قراره که با هم دیگه داشته باشیم. طبق برنامه امروز اینطوری هستش که ابتدا 2 نفر از هیئت مؤسسان پین در مورد پلتفرم ایران نیهون یا پین صحبت میکنن و پلتفرم رو معرفی میکنن خیلی کوتاه، و بعدش 3 سخنرانی توسط آقای دکتر موسوی، آقای میزوتانی و خانم عباسپور خواهیم داشت و بعد از اون 30 دقیقه 25 دقیقه جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. امیدوارم که جلسه مفیدی رو داشته باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میخوام بکنم از 2 نفر از هیئت مؤسسان پلتفرم ایران نیهون، خانم دکتر یاماگیشی و خانم یعقوبی، که در مورد این پلتفرم توضیح بدن. بفرمایید خانم دکتر. سلام عرض میکنم. یاماگیشی هستم که به عنوان یکی از پیاده کننده پلتفرم ایران نیهون سلام عرض میکنم و خوش آمدی عرض میکنم که پلتفرم ایران نیهون برای همکاری بیشتر بین ایرانیان یا فارسی زبان ها و ژاپنی فعالیت رو شروع کردیم و الان سال 3 وارد شدیم و خب ما علاوه بر برنامه‌های فرهنگی بیشتر دانش عملی هم می‌خوایم که مشترک بین 2 ملت داشته باشیم و این وبینار برای اون هدف ما خیلی خوب میخوره و خیلی خوشحال هستم و خب من تشکر میکنم از اون اوضاع کارگروه که این وبینار رو به وجود آوردن. بدون زحمت آقای وکیل آزاد و آقای توانا و خب خانم افشانی ببخشید آقای افشانی و آقای میزوتانی و خانم یاماکورا، خب امکان پذیر نبود که این وبینار دوم رو اجرا کنیم و از من خیلی متشکرم هستم و آقای دکتر موسوی و خانم عباسپور هم تشکر میکنم که قبول کردن که سخنرانی داشته باشن. به ویژه آقای موسوی، دکتر موسوی، خب اون یکی از اجرا کنندگان وبینار اول بودن. برای این دفعه هم تشریف آوردن، نصیحت خیلی مهمی دادن و خودشون هم الان سخنرانی میکنن که خب ما از دانش اون استفاده خواهیم کرد که و البته از همه شرکت کنندگان تشکر میکنیم که به تشریف آوردید و امیدواریم که خب بازم در برنامه پلتفرم ایران نیهون همدیگه رو ببینیم. خیلی ممنون. خانم یعقوبی بفرمایید. چشم. سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم. من هانی یعقوبی هستم، ایرانی مقیم ژاپن، عضوی از پلتفرم ایران نیهون. با اجازه معرفی کوتاهی از پین یا پلتفرم ایران نیهون رو خدمتتون عرض میکنم. جمعی از دوستان ژاپنی و ایرانی به صورت کاملا مستقل و داوطلبانه بدون هیچ گونه وابستگی به نهاد یا ارگانی از 3 سال پیش فعالیتشون رو آغاز کردند. هدف این گروه ایجاد پل ارتباطی بین علاقه‌مندان هر 2 کشور ایران و ژاپن برای تعامل، شناخت و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف است. برنامه‌های متنوع انجمن پین شامل مواردی مثل برگزاری وبینارهای علمی و فرهنگی با عناوین مختلف، تبادل زبان، بررسی و نقد فیلم‌های ایرانی به زبان ژاپنی، ورکشاپ‌های ادبی مانند شاهنامه‌خوانی،
مشاوره آموزش و بررسی مشکلات احتمالی کودکان فارسی زبان در مقطع ابتدایی و راهنمایی که در ژاپن مشغول به تحصیل هستند، مشاوره پزشکی درمانی خصوصاً برای بانوان، مادران و کودکان مقیم ژاپن و اطلاع رسانی و یا آموزش اقدامات لازم در مواقع رخدادهای طبیعی در ژاپن مانند زلزله و سونامی و معرفی فرهنگی و غذای ایرانی که در فستیوال ها به ژاپنی ها ارائه میشه. خوشحال میشیم از طریق فیسبوک یا آدرس ایمیلی که در پوستر وبینار کار و اشتغال درج شده با ما در ارتباط باشید. ممنون از وقتی که به من دادید. بی‌صبرانه منتظر شنیدن صحبت‌های سخنرانان عزیز هستیم. ممنونم.